بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خواهران عزیز در درس تفسیر که ما 3 درس است که در مقدمه سوره جن هستیم، راههای داخل شدن شیطان و انسان یا گفتیم اسلوب هایی که شیطان برای گمراه کردن انسان استفاده میبرد آن را گرفته می رویم و میبینید که چقدر راههایی هست که این بدبخت دشمن انسان، دشمن الله و دشمن بندگانش همچون یک مهربان نصیحتگر به ما داخل می شود یا به ما وسوسه می کند و ما ناخودآگاه به دام او می افتیم. درباره اینکه کلان شیطان ها ابلیس است و او هم از انسان ها هم از جن ها برای خود لشکر دارد یا گفتیم سربازان خود را دارد و چگونه خود را نجات دادن درباره‌اش گفته گذشته بودیم. بیایید این اسلوب های گمراه کننده یا گفتیم اسلوب هایی که با آن شیطان انسان را گمراه میکند مختصرا گفته گذاریم. یکمش تزیین الباطل میگویند، یعنی زینت دادنی چیزی باطل، چیزی که بر فایده من و شما نیست، چیزی که بجز ضرر و بجز بلا و مصیبت چیز دیگری به ما نمی آورد، آن را اینقدر به ما زیبا نشان می دهد که ما آن را خوشرو میبینیم و گمان میکنیم که فایده آن به ما خیلی زیاد است. و او خود قسم خورده بود که گفته بود به پروردگار که ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین، از اینکه تو مرا گمراه کردی من برای آنها در زمین زینت میتیم، یعنی باطل ها رو زینت میدهم و این چونین همه آنها رو گمراه میکنم به جز بنده های مخلصت. و ببینید که امروز سبحان الله همین زمان رو میبینید یک دخترک زیب و زینت خود را برای کوچه خیلی برای خود یک چیزی فخر و خوشروگی میبینه. شما سراینده ها رو ببینید، شما آنهایی که بر علا حرام میخورند و حرام مینوشیند ببینید، با فخر و با تکبر در کوچه ها میگردند، در بین مردم صحبت میکنند و از آن بعضی ها از آن حرام های خود حتی به مردم تعریف میکنند. شاید ذره از خیال آنها نگذرد که این کاری که میکنند خیلی بد است، خیلی بد است. یا مثلا آنهایی که سبحان الله امروز بعضی ها هستند که حرام های پروردگار را مانند زنا باشد، مانند چه خیلی گفتن فائز خوری باشد، مانند حق مردم خوردن باشد، با فخر و تکبر به دیگران نقل میکنند. یا مثلا زیب و زینت دادن خانه ها، یا عجب زمان شد حاضر در دستمون تلفن است، اگر پیشتر مردم خوردن و پوشیدن خود را به دیگران گفتن را عیب میدانستند که دل کسی را مبادا نشکنم، امروز همه بر رکلام میمونند، به استاتوس نمینم، به فرستادن و چیزی دیگر پروا هم نمیکنند. توی ها رو ببینید، مردم تویشان در دیوارهای پوشیده بود که اینقدر مردم از داخل عائله ما با خبر نشوند. الان باشد همه چیز رو آشکارا به همه گفتن، زندگی خود را به همچون بازار به مردم کشادن را مردم یک چیزی خوب میدونن، یعنی نمیدونم با این چیز چگونه انسان میتواند بفخرد که به همین دام اکثریت افتیدن، یعنی چیزی که گناه هست آن را زیب و زینت دانستن، چیزی که ضرر هست آن را خرسندی دانستن. من به فرزندانم که کوچک هستن 15 ساله 16 ساله زیاد درباره سیگار میگم ببینید که یک زهر است، چقدر ضرر دارد و چقدر پول صرف میکنند، فخر کرده در بین مردم از آن دود میکنند و استفاده میکنند. خیر کاری که تو کرده ایستاده بر ضرر خودت است، گناه هست، از کجای آن میفخری؟ یا لباس های تنگ پوشیده میرقصیده زنها، یا گفتیم به 1001 گناه آلوده شدن مردها که آن را با فخر نشان دادن، عیناً همان به دام شیطان افتیدن است که چی میکند؟ چیزی که بر ضررت هست به تو با یک خیلی گویا یک چیزی به تو سودمند و فایده آور به تو نشان میدهد. این یکم راهش بود. راهی دیگرش
افراط و تفرید. افراط و تفرید چی است؟ از حد گذرانیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانی که اومده میگویند من تمامی شب خواب نمیکنم و تمامی سال روزه میدارم و اصلا زن نمیگیرم، مذمت میکنن، میگن من تقوادارترین شما هستم، من هم خانه‌دار میشوم، هم شب رو خواب میکنم، هم روزه هم میگیرم و روزه هم رو افطار هم میکنم، یعنی این سنت های من است. و بعضی ها از راهی یعنی از حد سختگیری داخل می شود. شما میبینید که یک خواهر مسلمان از حد دین رو به خود سخت میگیرد و حتی که اینقدر دور و دراز نماز میخواند که به همسایه و به مهمان و حتی به پدر و مادرش اهمیت نمیدهد، یعنی از حد سختگیری. یا بعضیا اینقدر به خود دین رو سخت میگیرند که به جز خود دیگه همه رو میگن این یک بی تقوا هست، این یک بی ایمان است. یعنی از راهی افراط یعنی از حد سختگیری داخل شدن هم چه است؟ این راهی شیطان است که خود بیخبرت گمان میکنید یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگوید الله گمان میکنید که شما کارهای خیلی خوب کرده استادید، در اصل دل چند نفر رو شکسته استادید، در اصل در دل چند نفر نفرت نسبت خود و نسبت عملهای خود پیدا کرده استادید. نسبت دین کسی اگر نفرت پیدا میکند بجز احمق کسی دیگری نیست، چون دین پاکیزگی هست، دین عیب ندارد. نقصان و عیب ها رو این ما مسلمان ها به آن می آوریم. برای همین بعضی می بینم چه خیلی گفتیم خانه کسی مهمان می شوید، احترام مهمان و سلام علیک با مهمان فرض است. او باشد دور و دراز در جای نشسته یا تسبیح می خواند یا نمیدونم الان من درس دارم گویان خانه دیگر رفته می نشیند. یا بعضی ها هستند که حتی به پدر و مادر خود مناسبتی خوب نمی کنند و گمان می کنند این چی است؟ این ثواب دارد، در حالی که این ثواب نیست. ثواب باید تو بدانی که چی فرض است، چی سنت است، چی مستحب است. این رو باید قطار به قطار به جایش مانده انجام دهیم. یعنی از حد سخت گرفتن و دین رو گویا که به جز در کنج خانه نشستن و فقط خودم گفتن و دیگران رو همه رو به گناه برآوردن هم این چه است؟ این از راههای داخل شدن شیطان است که برای شما با این رو داخل می شود تا که چیکار کنید؟ خیلی خیلی گویا سخت گیرید و رفته رفته می بینید که سخت گیری به جز شکست شما به چیزی دیگری نمی برد. چیزی دیگر تصویف و کسل، یعنی تنبلی و بعدن میکنم، حالی پگاه میکنم، آینده تر میکنم، امروز نه پگاه نه پس فردا گویان به آینده کارها رو ماندن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که شما خواب میکنید شیطان و موی سر شما 3 تا گره میبندد و به شما میگوید علیک لیل طویل فرقد، یعنی تو الان شبی دور و دراز داری، به حضور خواب کن، نه از پی نماز شو، نه از پی عبادت های شب شو. اگر شبها رو ما همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم و وارثان پیامبر استفاده بریم در یک شب به کجاها میرسیم؟ ولی این شیطان است که میگوید تو خواب کن، تو خیلی خسته ای، تو یک بیچاره ای. به مثل من مادرانی که کودک معده دارن میگن تو کودک معده داری، تو چی و نماز تهجد چی، کودک نگاه کردنت خودش ثوابش کفایه است. یعنی کارها رو به آینده می اندازد و این هم یعنی بعداً میکنم، حاضر نه، حالا وقتش نه، حالی خیلی جوان استی حالا میکنی گفتن این اسلوب شیطان است و سبحان الله اکثریت به همین اسلوب این پلید ما افتیده هستیم. چرا؟ او از راه مهربانی داخل می شود. الان کمی بیمار استی، امروز روزی خیلی دور و دراز داشتی، اصلا خیلی جوانی، الان وقتی آن حالی وقتش میرسد و عیناً همین گونه لشکران شیطان از انسان ها هستند و آنها وقتی از صدقه گپ میزنید میگوین چرا حاضر، حالا پول دار شو بعدا میکنی، الان به خودت صرف کن. و آنها وقتی شما درباره طلب علم گپ زدید میگن اول خونت رو راست کن، اول به سر و وضعت برس، اول برادرت رو خانه دار کن. یعنی
اون چیزی که ریزوگی الله هست اون رو به آینده و به بعدن انداختن میگیرن. یعنی شما کاری که الان از پیش شوید، کاری که الان وقتی آن است، شیطان می آید و چی میگوید؟ نه بعدن. چگونه که چی میگوید؟ شب خیلی دراز و زیباست، شب رو با خواب سپری کن. ابن قیم یک چیزی خیلی خوشرو میگویند مرگ رو هم همین گونه به نظر می آورد. کی میداند که تو شاید 80 سال عمر بینی، 90 سال عمر بینی، الان فقط 30 ساله هستی، 20 ساله هستی، 40 ساله هستی، هنوز وقت است. ولی بخبر هستیم که مرگ که اصلا نمیپرسد چند ساله هستی، چیکار کردی. برای همین تصویف میگویند با عربی ها گفتیم آینده بعدن میکنم، حال کمی دیگر هست، حال وقت است. این رو باید کلن از خود دور کنیم. و والله هر کسی که در دنیا هم از جهت عبادت هم از جهت آبرو و عزت و مال موفق گشته است، انا همین وسوسه شیطان رو کاملا ریشه‌کن کرده است در قلب. شیطان که اومده تو رو داشته نمیستد، او به قلبت وسوسه میکند و چه خیلی گفتم با مهربانی، با سرت رو سیله کردن و تو بیچاره ای، الان وقتی دم گرفتنت هست، الان وقتی خوب رفتن هست، الان وقتی خوردن است، گشتن است، بعدن میشود. اگر ما با این بعدن میشود ها نجنگیم، این وسوسه شیطان رو از خود دور نکنیم، میبینید که ما عمر رو بای میدهیم. عمری که پروردگار، یعنی سرمایه‌ای که در دستمون هست که اون وقت ما هست، اون رو همش رو میبازیم و از دست میدهیم. برای همین همون لحظه‌ای که برای ما الان فرصتی خیر کردن است، خیر کنید. فرصتی عبادت است، باید عبادت کنیم. فرصتی طلب علم است، باید طلب علم کنیم. اما بعدن میکنی الان به آن مشغول شو و این مشغول شو، این اصلا به فایده ما نیست. شیطان یا دشمن ما میخواهد با این راه من و شما رو از آن چیزی که ما میتوانیم برسیم محروم کند. چقدر خواهرهایی هستند که عمرشان دیگر از زمان و یا گفتیم تمامی فرصت هایشان رفته است، انا پگاه میکنم فرزندم کلان شود، بعدن انشاءالله خاندار شوم. بعدن به نزدیکی با خواهر صحبت کرده بودم، میگویم خواهرم سطرت را بند، الان وقتی یعنی دیگر تو جوان دختری 20 ساله و 18 ساله نیستی، سن سالت بالا هست، به نزدیکی شاید بیبی شوی یا گفته مادر بزرگ شوی. میگه یک بار حج میکنم بعدن سطرم رو میبندم. ببینید که شیطان با کدام رو داخل شده ایستاده است. بعضی ها میگن همین که عمره کردم نمازم رو شروع میکنم. تو عمره کردن اگر ملک الموت آید چی؟ مرگ اگر به سراغت آید چی؟ یعنی به پروردگار در این وقت چی میگویم؟ برای همین نه بعدن انشالله فردا، انا همین هفته، انا ماهی آینده، انشالله از رمضان، اینها همش وسوسه شیطان است. از خود حاضر باید آن چیزی که رضای پروردگار است به آن دست بزنیم. چیزی دیگر وعده ها و آرزوهای عملی نشونده. پروردگار در سوره نساء آیت 120 میگوید یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. با آنها وعده ها میدهد و آنها رو امیدوار میکند و وعده های شیطان به جز غرور چیزی دیگری نیست. غرور یعنی گویا که هست اما نیست، یک چیزی که در بیرون خوشرو است، داخلش کاملا خالی هست. و شیطان به شما چی میگوید؟ الان نمازت را نخوانی هم می شود، خالی می بینی خیلی روزهای خوب در پیش است، خیلی زمان داری، یک وعده ها و سبحان الله، خصوصا در وقتی گناه کردن، کنی بیا به همین گناه دست بزن. می بینی که مثلا به دخترک ها خصوصا میگن نمازت را نخوان، دوگانه هایت را بین، با اینها خرسندانه روزت را گذران. و تو شرط نیست از اهل دین بودن کار کن، پول کار کن. در ساحه دولت جایهایی که به تو نه نماز اجازت است، نه به تو سطر اجازت است، نه برای برادرها ریش اجازت است، برو در آنجا کار کن. تو ببین چقدر پولدار میشوی، چقدر صاحب عزت میشوی و بعد از مدت میبینید که بیچاره را نه مسلمان ها عزت میکنن نه خود همان منافقان. چگونه که مثلا در منافقان مدینه میگفت که شما با پیامبر
اصلا یک جا نشوید، من همراه شما هم. و وقتی که پیامبر علیه خصوصا یهودها جنگیدن، دیگر آنها را به حال خودشان ماند. پس وعده هایی که شیطان به ما میدهد در مسئله گناه، ببین به پرسنت دست زن، ایپوتک گیر، ببین کردیت گیر، چقدر زندگیت خوب می شود. تو یک مدت اینقدر نماز نگو، از پای کارت شو، دنیا رو سخت گیر، میبینی چی می شود. یک مدت اصلا درس نخون، از پای زندگیت شو، میبینی حیاتت دیگر می شود. اینها همش همان وعده و امیدوار کردن شیطان است که ما را از روزگی پروردگار و اینچنین از موفق شدن در دنیا باز می دارد. همان وقتی که آرزوهای دروغین می آید، که آرزوهایی که شیطان در قلب ما جای می کند یا امیدواری هایی که شیطان به قلب ما جای می کند، به جز فیلم های ساخته و بافته چیز دیگری نیست. خصوصا در مسئله رابطه های محرم، با فلانی صحبت کن، با فلانی آشنا شو، با او حیات خوب انشالله با هم می سازد، همسری آینده تو می شود. یا اینکه مثلا اصلا با این خواهرت قهری شو، می بینی که خودش بخشش پرسان پیش تو می آید، یکی می بینی که با یک قهری شدن دیگر خواهرت بر روی تو نگاه نمی کند، یکی می بینی که با آرزوهای با یک انسانی تماما به تو نامحرم رابطه بستی، آن انسان پس از مدتی به تو نگاه نمی کند و یعیدهم و یمنیهم، این وعده و امیدواری هایی که شیطان به ما جای می کند بجز باطل و بجز گپ دروغ و بجز آرزوهایی که رفته رسیدن نمی شود چیز دیگری نیست. برای همین وقت خیال بافی میکنیم، آرزوها رو برای خود یک تا می سازیم، ببینید که این آرزوها برای رضایت الله هست یا این بازی های شیطان است که با عقل و با قلب ما دارد وسوسه می کند. چیز دیگر نصیحتگر نشان دادن. سبحان الله، وقتی که حضرت آدم و حوا در جنت بودن، الله در سوره اعراف آیت 21 میگوید و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان به آنها قسم میخورد که من به شما نصیحتگر هستم، من به شما نصیحت کرده ایستادم، الان شما بروید همون درختی که پروردگار نخور گفت از آن بخورید. و وقتی که نصیحت شیطان را با قسمش گوش کردن، چی بلای بالای سری این پدر و مادر ما نآمد. اکنون ببینید که چه خیلی گفتم، شیطان یک نصیحتی غمخوار می شود و انشالله کمی بعد میبینیم، خصوصا در وقت غم و در وقت شادی ما و نصیحت هایی که از قلبتان به شما می آید، با فلانی اصلا دیگر صحبت نکن، صحبتی کردت کفایه است، دیدی چقدر ضررش رسید، بگذار نمازخوان باشد، اصلا با او صحبت نکن. یا اینکه چه میگوید شما خطاکارت میدونه، نه خطاگی تو نبود، اینجا خطاگی تو نیست، خطاگی دیگران است، تو در همین کبر و غرور خود بیستا. یا از راه حرام کار میکنید، میگن این کار حرام نیست اصلا، ببین دیگرها میکنن، فلانی نمازخوان میکند که مگر او هم گناهگار است؟ نه نکن، نه دوام ده. ببینید که یک نصیحتگری خوب در عقل و در قلب ما هست، اگر آن را به ترازوی ایمان انداختیم میبینیم که نصیحت ها همش ضد نصیحت قرآن است، ضد نصیحت پیامبر است. برای همین نصیحت هایی که از قلبتان می آید و از عقلتان می آید، و پیش از عمل کردن به آن نصیحت بگویید آیا این نصیحت را قرآن و سنت قبول دارد؟ آیا این نصیحت را پروردگار من قبول دارد؟ یا نصیحت همون دشمن من است که متاسفانه در قلب هاست؟ این چنین نصیحت های لشکرهای شیطان هم هست. شما نمیبینید خواهران عزیز، والله چقدر به من شخصا نصیحت میکنن، مسلم مگر شما کودک ندارید چیکار میکنید همین درس های یوتیوب رو؟ مگر شما شوهر ندارید؟ از پای زندگیتون شوید، از پای حیاتتون شوید، همین درس ها رو بمانید. زنهایی که شما درس میدید کی به شما غم خوردن؟ به نزدیکی شما رو این میکنیم آن میکنیم و چیکار میکنید؟ یک نصیحت ها هست که وقتی اون نصیحت ها رو به ترازوی ایمان میاندازی، تو باید کلا آدم دنیا شوی. برای همین حتی نصیحتی که انسان‌های مؤمن همیشه نصیحت‌های خوب میدن، ولی به هر حال
چه خیلی گفتم لشکران شیطان در زمین هم کم نیستند. هر نصیحت را نباید شتابان عملی کرد. ببینید که این نصیحت آیا در ترازوی ایمان راست میگیرد یا راست نمیگیرد. چیزی دیگر تدرج فی الاضلال، یعنی رفته رفته آدم رو گمراه میکند. مثلا میتوانیم بگوییم به یک انسان نمازخوان میگوید اصلا نمازهایت رو در شب میخوانی، حاضر نخوان شبتر میخوانی، شما هر شب میخوانم میگوید. بعد از اون میگوید الان شب خیلی خسته هستی، سحر میخوانی. سحر میشود دیگر نماز یک روزه گذشت و میگوید اصلا دین یعنی روزی گذشته نماز نخواندی، امروز هم نخوانی میشود. همین گونه رفته رفته انسان رو ترک میکناند. زنهای حجابدار چی؟ زنهای حجابدار رو میگوید مهم پوشیده باشی، فرق ندارد لباس های رنگ و برنگ و نگیندار و خوشرو از ماده های ترکی و دبی و چیزی دیگر بپوش. بعد از آن میگه کمی تنگ باشد هم هیچ گپ نه، کمی از زانوت بالا باشد هم هیچ گپ ندارد. اصلا مهم قلب تو هست، به سطر هم میتوانی. یکی رفته رفته از بحر لباس میبرایند. سبحان الله. تدرج یعنی کم کم انسان رو گمراه کرده رفتن خیلی برای شما یعنی این چیز نشدنی می نماید، ولی بعداً می بینید که این چیز خیلی با زیادی ها شده است. یا مثلا با یک انسانی خیلی گفتم لشکرهای شیطان دوستی میکنید، او میگوید خیر من نماز نخوندم، من کافر هستم مگر؟ خیر من مسلمان هستم، انا ببین من رقص هم میکنم، توی هم میروم، خرسندی هم میکنم، الحمدلله شبها با خدا جان دعای هم میکنم، انا همین خیلی کرده هم میشود. و اون بیچاره سطردار و نمازخوان یک مدت میگذرد که عیناً مثل آن. قلب ما تازه است، همین کفایه است گویان این عیناً همان وسوسه شیطان است. اینجا یک از وحب ابن منبه یک قصه عجیب آوردگی هستند که تقریبا در اکثریت کتاب‌های تفسیر آوردگی است که شیطان به یک عابد چگونه، یعنی به یک انسانی که در عبادت هست چگونه می آید و او را کاملا به کفر می کشاند. می گویند یک انسان بود، یعنی پیش از دین اسلام در بنی اسرائیل خیلی دعوتگر بود، شب و روز در عبادت بود، زن نداشت، همیشه در همون عبادت خانه خود می نشست و دعا می کرد. و 3 برادر یک خواهر داشتند. 3 برادر برابر سفر کردنی می شوند و می گویند خواهرمون رو نزدیکی بمانیم، نزدیک کسی که به امانت ما خیانت نکند، نزدیکی میمونده باشیم. فکر میکنن میگوین اوه اینجا همون یک عابد هست، یعنی همون انسان صالحی که کسی از او بدی ندیده است، بیاید به نزد او خواهرمون رو امانت بمونیم تا برگشتن. خواهرشان رو پیش اون میبرن، اون میگوید من نباید خواهر شما رو ببینم، اینجا مسجد من یعنی عبادتگاه من است، او رو در فلان در حولی که اون طرف خانه دارد آنجا بمانید. هر روز وقتی که خوراک میپخت این عابد میبرد و در پیش در همون زنک خوراک رو میموند، در رو تق تق میزد، بر میگشت به جایش، هیچ او رو نمیدید. تا اینکه بار شیطان میگوید که یعنی تو برده خوراک رو نمان و بیچاره در درون همیشه زیق است، تو در پیش خانه خودت بمان و بیاید و بگیرد. یعنی با او همین خیل بگو که در درون ننشین، خوراک رو آمده تو بگیر، من به پیش درم میمونم. بعد گپ شیطان رو گوش میکند، با اون دخترک میگوید من نمیارم دیگر، من به پیش خانه میمونم، تو بیای خوراک رو بگیر. دخترک آمده خوراک رو میگیرد. بعد از وی شیطان میگوید آخر وی بیچاره به هیچ کس گپ نمیزند، بهتر نیست همراهش صحبت کنی، از احوالش بپرسی، بیچاره از برادرانش در اینجا نیستن. و با این گپ شیطان هم گوش میکند، میگوید به خاطر الله امروز همین گونه حالت ها هست. سبحان الله. برادر مسلمان با خواهر مسلمان به خاطر الله گویا شناس میشوند و به چی گناه های در تلفن نمیروند، به خاطر الله گپ زدن رو شروع میکند. بعد از این شیطان میگوید آخر در پیش در گپ میزنی، کار خوب نیست، اصلا به خانه او رفت، در خانه او گپ زنید، مردم هم شما رو نبیند و به حضور گپ میزنی، به خانهش در آمده گپ میزند، تو اینکه در خانهش خلوت گپ میزند و حتی که به زنا دست میزند. بعد از به زنا دست زدن اون دخترک حامله دار میشود و تولد میکند.
بعد شیطان آمده میترساند، میگوید اکنون برادراش آید تو رو میکشد، اکنون چیکار میکنی؟ بهترش کودک رو همراه مادرش کش، تو اینکه برادرانش آمد به آنها بگویی که او خواهر شما مرد و من هیچ کار کرده نتوانستم، دیگر قسمت و تقدیر. گپ شیطان رو گوش میکند و رفته کودک را با مادرش میکشد و آنها را در همان خانه زیر خاک میکند، خودش به جای دیگر یک قبر دروغین میکوبد و وقتی که برادران می آیند میگوید چیکار کنم که همین خیلی خواهر شما مرد، هیچ از دستم نآمد. برادران پی در پی خواب میبینند، اون هم همان شیطان در خوابشان آمده میگوید شما رو اون عابد یا پارسا فریب کرده ایستاده است، قبر خواهر شما همراه کودک در خانه اش است. و برادران میگویند این خواب که میگویند 3 کس برابر میبینیم یک الهامی هست. بعد اومده میکشایند و در حقیقت میبینند که در آنجا خواهرشان همراه کودک است. بعد شیطان اومده به این عابد میگوید آنها خبردار شدند، الان تو اگر به الله کفر ورزی و بگویی که خدا وجود ندارد، من تو را از دست آنها نجات میدهم، من این را میتوانم. و این انسان میگوید من به الله کافر هستم، فقط مرا نجات ده، که میگوید من هیچ کار کرده نمیتوانم. و 3 برادر می آیند و این رو میکشند. و از همین قصه که اکثریت مفسرین می آورند میگویند ببینید که قدم به قدم شیطان انسان رو چی میکند؟ گمراه میکند. یک بار ببین مشکلی ندارد، خیر گپ زن مشکلی ندارد، وا خورده چی میشه و دل شما تازه است، کفایه است. بعد از وی میبینی که به زنا دست میزند و خواهر بیچاره تنها هست، تو برادر اینجا شرم نمیداری احوال پرسی کن، از احوال پرسی صورتش را پرس، اینش را پرس، همین خیلی رفتن میگیرد. خیلی گفتم در مسئله ستر و حجاب هم، در مسئله مثلا نماز هم، انسان هایی که نماز رو ترک میکنند به یک بارگی ترک نمیکنند. شیطان همین خیلی کم کم کمتر دیر خون، 2 تاش رو 1 تا خون، سنت ها رو اصلا نخون، در وقتی سفر نخون، بعداً کلا ترک کن، بعداً کلا ترک کن. سبحان الله. این یعنی کم 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 رفتن چی است؟ از وسوسه ها یا راه های اساسی گمراه کردن شیطان انسان ها را هست. راه دیگر فراموش کنانیدن انسان آن چیزی که چی است؟ به خیر او هست. الله در سوره طه میگوید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما عهد و پیمان کردیم با آدم ولیکن او فراموش کرد، او در عهد و پیمانش نایستاد. یعنی شیطان از راه فراموشی به ما زیاد داخل می شود. از یاد می براریم که خداوند برای ما کدام نعمت ها را داده بود، یا زیاد فراموش میکنیم که کدام گناه ها چقدر به ما ضرر رسانیده بود. جنگ و جنجال های اویلویه که کردیم، غیبت هایی که پشت سری دوستان نزدیک کردیم، بعضی کارهای حرام که دست زدیم، چقدر پیامد های بد داشت. یعنی با راه نسیان و فراموش هم زیاد شیطان داخل می شود. برای همین انسان باید زیاد با خود تفکر کند که چی کارهای کردم که مرا به نابودی رسانیده بود و چی کارهای خوب کردم که با آن کارها من توانستم رضایت پروردگار را پیدا کنم. چیزی دیگر ترس. سبحان الله. درباره ترس کتاب نویسیم هم کم است. الله میگوید انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم و خافونی این کنتم مؤمنین. این همون شیطان است که با واسطه اولیایش، یعنی با واسطه دوستانش شما رو میترساند. ای فلانی رو نکن، فلانی تو رو نابود میکند، درسات رو نخوان، زبانت رو بگیر، حقیقت رو نگو، برآمده با مردم در جشن و رقص و نمیدونم گناهشون شریک شو، وگرنه تو رو یک طرف میکنن، تک و تنها میمونی. با راه ترس شیطان کاری که امروز با ما مردم تاجیکستان کرده ایستاده است شاید در حیات بشریت به کسی نکرده باشد. سبحان الله. ترس استخوان مغز مردم ما رو گرفته است. چقدر انسان هایی هستند که سبحان الله به گناهی کبیره برعلا دست زده ایستادن، میگویی کارت حرام است، بر میگردن که اگر این رو نکنم من رو این میکنند و آن میکنند.
یعنی فقط ترس سبب شده ایستاده است انسان ها حتی از دین خارج شوند و بیخبر هستند. الله چی میگوید؟ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم و خافونی. از من بترسید، برای رضاگی من عمل کنید. وقتی شیطان و اولیای او به جنگ یا گفتیم از شما را از چیزی میترسد، زود قدرت من را به یاد آورید که من پروردگار دارم، من الله دارم که زمین و آسمان در دست اوست. اگر او نخواهد کسی به من ذره ذره رسانیده نمیتواند. این جرأت پیامبران بود. هر کسی که دیدید تاریخ را عوض کرده است، اول ایمانش باشد، دوم جرأتش. حتی انسان‌های بی ایمان، همون هیتلر یا گیتلر که اون آلمان یا گرمانیا رو از ظلم و از تمام ناسزایی که زیر فرانسه میکشید خارج کرد و آزاد کرد، جرأتش بود. وای که امروز ما چقدر میترسیم خواهران عزیز. انسان های هستند در آن سوی دنیا هستند از فرماپوش های داخل تاجیکستان میترسند. سببش چی است؟ سببش همون شیطان است که شیطان که دید ما ترسوتریم با این رو داخل شدن گرفت. و الله چی میگوید؟ هر وقتی که شیطان با دوستانش شما رو میترساند که این رو نکن فلانی تو رو این میکند، این رو نگو فلانی بالای سرت این میآورد، به یاد بیارید که بالای سر فلانی و توی من همان الله هست که با قدرتش در یک لحظه میتواند نابود سازد دنیا را به خاطر یک مؤمن. پروردگار به خاطر یک بنده مؤمنش میتواند دنیا را به کام آتش برد و به خود آید. این ترس شیطانه که وسوسه که همیشه به ما انداخته ایستاده است، از آن دور باشید. فلانی تو رو یکی این خیلی نکند، فلانی این کرده میتواند، فلانی به تویت نمی آید، فلانی با تو قهری می شود، فلانی دیگر با تو رفت و آمد نمی کند. همین گونه ترس رو به ما چی می کند؟ جاری می کند. نه این رو نگو، الان گفتن این گپ نست، نه اون کار رو نکن، نه گناه باشدم کردم بگیر، مهم مردم تو رو تونگر نبینن. همین گونه ترس ها رو به ما چی می کند؟ جای می کند. چیزی دیگر اینش عجیب است خواهرا، راهی داخل شدن به نفس از جایی که شما دوست می‌دارید. شما مثلا لباس را دوست می‌دارید، از راهی لباس داخل می‌شود. نه، با پوشیدن گر مشکل ندارد، پول خودت است، رزق حلال خودت هست. پروردگار زیبا پوشیدن رو دوست می‌دارد. یا اینکه شما مثلا اسراف رو، یعنی در اسراف کردن استا هستید، نه این اسراف نیست، این هیچ گپ ندارد، خریدن گر مشکل ندارد. شما مثلا غیبت رو دوست می‌دارد، تو اصلا غیبت نکرده ایستاده ای، تو چیزی حقیقت رو گفته ایستاده ای، در حالی که غیبت همون حقیقت است. نه کردن گیر، یعنی هر چیزی که شما دوست می‌دارید با همون رو داخل می‌شود. فیلم دیدن رو دوست می‌دارید، از راه فیلم تماشا کنی. ریا رو دوست می‌دارید، از راه ریا. برای همین چیز رو دوست می‌داریم باید فکر کنیم. این چیزی که ما دوست می‌داریم در آن باز همون در ترازوی ایمان راست میگیرد یا نه. و راه دیگرش شبهه ها هست، وسواس. اکثریت خواهرها در این وسوسه هستند و حتی برادرها هم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما می نشینید، شیطان آمده میگوید فلانی را کی ساخت، فلانی را کی خلق کرد، بعد از این میگوید الله را کی خلق کرد. وقتی که این حالت به شما واخورد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوید و یک بار چی کنید؟ بس کنید فکر کردن رو. یا وقتی که صحابه ها به پیامبر شکایت میکنند که به ذهن ما گپ های می آید که اگر گویم علاج گفتن نیست، خیلی چیزی بد است، پیامبر میگن الحمدلله این فقط وسوسه شیطان است و شما این رو درک کرده ایستادید. پس خواهران عزیز، از طریقه شبهه نسبت دین، شبهه نسبت شوهر، شبهه نسبت فرزند، شبهه نسبت اهل و عائله و نزدیکان، اینها رو همش رو شیطان داخل میکند. ببین کنی همون او چیکار کرده ایستاده است. به فکرم درباره تو چنین میگوید، به فکرم او تو رو طلاق دادنی هست. در خوابش بعضی خواهرها میبیند که شوهرش طلاق داده است، دیگر تمام هفته با شوهر میجنگد که من چرا این گونه خواب دیدم. به خبر از آن است که خواب از طرف شیطان بود. یا اینکه خیلی گفتم اگر مردی شاید که قبر عذابش نباشد، شاید که امروزه مثلا لذت های دنیا رو همش رو حرام گفته ترک کردی، در آخرت هم الله تو رو سوزاند. یعنی این گونه شبهه ها می آید که از این وسوسه ها به الله باید پناه طلبید. و چه خیلی گفتم شما یک باره
وقتی که از این راه ها شیطان وسوسه میکند، از راه ایمان باید به این وسوسه ها جواب گوید و به یگان تای این نباید تسلیم شویم. و راه دیگرش راهی خمر و میسیر و انصاب و ازلام است. یعنی از راهی عرق نوشی، از راهی قمار، از راهی فالبینی و آیندگویی هست که الله نصیب کرده باشد. من تقریبا 10 تاش رو گفتم، بقیهش رو درس دیگر میگویم و با صحبت رو دوام میدهیم.